سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از فیلم های فدای مدیکا. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو در کنار خودمون داریم. تو این ویدیو قراره در مورد آمینو اسیدهای گلوکوژنیک صحبت بکنیم. میدونم که یکی از مباحث خیلی سخت و چالشی بیوشیمی هست، مبحثی که خیلی از دانشجوها به سختی حفظش میکنن و حتی اگه حفظش بکنن خیلی سریع از ذهنشون میره، ولی مطمئن باشین که اگه با یه سری کد و رمز خفن و درجه 1 این آمینو اسیدهای گلوکوژنیک رو یاد بگیرین، به راحتی آب خوردن میتونین سوالاشو جواب بدین و کمتر از ذهنتون بره. خب پس بزن بریم که با یه سری کد و رمز خیلی خفن و خوب آمینو اسیدهای گلوکوژنیک رو یه بار برای همیشه جمعش کنیم. آمینو اسیدهای گلوکوژنیک همونطور که از اسمشون مشخصه یه سری آمینو اسیدهای قندساز هستند، یعنی قراره برای ما یه سری واسطه های قندی رو تولید بکنن، واسطه هایی که توی چرخه کربس داریم و بریم ببینیم که کدوم آمینو اسیدها میتونن این کارها رو انجام بدن. اولین واسطه ای که قراره بررسی بکنیم اوگزاد استات هستش. اوگزاد استات به صورت OAA هم نوشته میشه، OAA. همونطور که میبینیم دو تا A داریم توی اوگزاد استیت. خب پس این دوتا A ما رو یاد دوتا آمینو اسید آسپاراژین و آسپارتات میندازه، دوتا آمینو اسیدی که با همدیگه داداشی هن. چون OAA با همدیگه نوشته شدن مثل این که دوتا برادر کنار هم قرار گرفتن که هر دوشون با A شروع میشن و میدونیم که آسپارتات و آسپاراژین خیلی به همدیگه شبیه هستن از نظر ساختاری و اینجوری میتونیم حفظش بکنیم که دوتا آمینو اسید آسپارتات و آسپاراژین قرار تبدیل بشن به اوگزاد استیت. واسطه قندی بعدی هستش فومارات. فومارات با صدای ف شروع میشه و تنها آمینو اسیدی که داریم با صدای ف شروع بشه فنیلآلانین هستش. پس فنیلآلانین میتونه تبدیل بشه به فومارات. حالا یه آمینو اسید داریم که خیلی ارتباط تنگاتنگی داره با آمینو اسید فنیلآلانین که اگه خورده بیوشیمی خونده باشین حتما میدونین چیه. میدونیم که فنیلآلانین توسط آنزیم فنیلآلانین هیدروکسیداز میتونه تبدیل بشه به تیروزین و این دوتا آمینو اسید که خیلی با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارن جفتشون تبدیل میشن به فومارات. و یه نکته هم بدونین که اگه آنزیم فنیلآلانین هیدروکسیداز دچار مشکل بشه ما یک بیماری خواهیم داشت به اسم فنیلکتونوریا. پس فنیلآلانین چون با ف شروع میشه شما رو یاد فومارات میندازه، پس فنیلآلانین تبدیل میشه به فومارات و داداشیش هم که تایروزینه، تایروزین هم میتونه تبدیل بشه به فومارات. واسطه قندی بعدی که نسبتا سخت حفظ کردنش ولی با این کدی که درست کردم به راحتی آب خوردن تو ذهنتون میمونه هستش سوکسینیل CoA. سوکسینیل CoA اگه نگاه بکنین میبینین که اولش با اون جمله معروف رونالدو شروع شده که وقتی گل میزنه اون جمله رو تکرار میکنه. این شما رو یاد کریستیانو رونالدو میندازه. خب و میدونیم که کریستیانو رونالدو معروف به CR7. اگه به انگلیسی بنویسیم 7 حرف انگلیسی 7 رو اگه دقت بکنین عددش رو اینجا شما رو یاد حرف وی میندازه و وی شما رو یاد والین میندازه. پس والین یکی از آمینو اسیدهایی است که تبدیل به سوکسینیل CoA میشه. و رقیب کریستیانو رونالدو هستش لئو مسی، ایز لئو مسی. پس رقیب CR7 میشه ایز لئو مسی. ایز لئو شما رو یاد آمینو اسید ایزولوسین میندازه و مسی مش شما رو یاد آمینو اسید متیونین بندازه. و میدونیم که لئو مسی و کریستیانو رونالدو جزو دوتا از فوتبالیست‌های خفن توی تاریخ فوتبال هستن که برای اینکه به این سطح از فوتبال برسن کلی تمرین کردن و زحمت کشیدن. پس میگیم که they train a lot. اونا خیلی تمرین کردن که به این سطح برسن. train شما رو یاد آمینو اسید ترئونین میندازه. پس به سادگی یاد گرفتیم که 4 تا آمینو اسید هستن که تبدیل میشن به سوکسینیل CoA، یکی والین، ایزولوسین، متیونین و ترئونین. واسطه قندی بعدی هستش گلوتامات. در حقیقت درست‌تر به اینی که بگیم آلفا کتوگلوتارات، چون قبلش یک آمینو اسید داریم به اسم گلوتامات که این تبدیل میشه به آلفا کتوگلوترید. و 4 تا آمینو اسید هستن که اول تبدیل میشن به گلوتامات و این گلوتامات هستش که مستقیما تبدیل میشه به آلفا کتوگلوترید. پس این 4 تا آمینو اسیدی که اینجا داریم به طور غیر مستقیم تبدیل میشن به واسطه قندی آلفا کتوگلوترات. خب اول از همه بیاین سراغ این آمینو اسیدی که اینجا نوشتیم، گلوتامات.
میدونیم که گلوتامات داداشیش میشه همون گلوتامین. گلوتامین داداش کوچیک هست که وقتی بزرگ بشه تبدیل میشه به گلوتامات. پس یکی از آمینو اسیدهایی که تبدیل میشه به گلوتامات هستش گلوتامین. اگه دقت بکنین گلوتامات با حرف گلو شروع میشه و این شما رو یاد چسب یا گلو میندازه. خب برای اینکه اون سه تا آمینو اسید بعدی رو حفظ بکنین اینجوری به خاطر بسپارین: یک چسب هایپرو آرژانتینی، یک چسبی که خیلی هایپرو یعنی خیلی خفنه و خیلی خوب میچسبونه و مارکش هم آرژانتینیه، یک چسب هایپرو آرژانتینی. خب هایش شما رو یاد هیستیدین میندازه و پروش شما رو یاد پرولین بندازه و آرژانتینیش شما رو یاد آمینو اسید آرژینین بندازه. پس این سه تا آمینو اسید هیستیدین، پرولین و آرژینین میتونن تبدیل بشن به گلوتامات و خود گلوتامات هم که تبدیل میشه به آلفا کتو گلوتریت. به همین سادگی این 4 تا آمینو اسید رو هم برای گلوتامات و بعدش آلفا کتو گلوتریت یادش گرفتیم. آخرین واسطه قندی که قراره اینجا صحبتش رو بکنیم پیروات هستش. همونطور که میدونین ساختار پیروات نسبت به بقیه واسطه هایی که اینجا بحثش رو کردیم ساختار ساده تری داره و واسه همین آمینو اسیدهایی که تبدیل میشن به پیروات هم قرار ساختار ساده تری داشته باشن. 2 تا آمینو اسید ساده ای که داریم، یکیش گلایسینه که ساده ترین آمینو اسید ما هستش و بعدی آلانین هستش. گلایسین و آلانین از اونجایی که ساختار ساده ای دارن به واسطه قندی ساده تری هم تبدیل میشن. پس گلایسین و آلانین تبدیل میشن به پیروات. و آمینو اسید بعدی تریپتوفان هستش. اگه تریپتوفان رو بنویسین میبینین که RYP که اینجا نوشته شده رو اگه من برعکس بخونمش به صورت P رو خونده میشه. خب همین سادگی میتونین اینجوری حفظش بکنین که تریپتوفان RYP شو اگه برعکس بخونم تبدیل میشه به پیر و قراره تبدیل بشه به پیروات. و پیروات شما رو یاد آدمای پیر میندازه و همونطور که میدونین آدم هر چی سنش میره بالاتر درد و مرضش هم بیشتر میشه و آدمای پیر کیست های بیشتری دارن، دچار بیماری های بیشتری میشن، بیماری کیستی بیشتری پیدا میکنن. اینجوری میتونین یادتون بمونه که کیست منو یاد سیستئین میندازه و سیستئین یکی دیگر از آمینو اسیدهاییه که قراره تبدیل بشه به قرار واسطه قندی پیروات رو برای ما درست بکنه. 2 تا آمینو اسید دیگر هم داریم که تبدیل میشن به پیروات، سرین و ترئونین، که حقیقتش برای اونا رمزی پیدا نکردم، ولی اگه شما رمز خوبی دارین که باش بتونیم این 2 تا آمینو اسید رو حفظ بکنیم که چجوری تبدیل میشن به پیروات، خیلی خوشحال میشم که توی قسمت کامنت ها برامون بنویسین و اون رمزایی که به نظرم خوب بودن و حتما در قالب یک ویدیو شورت در کانال قرار میدم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و به راحتی تونسته باشیم با این کد و رمزایی که درست کردیم آمینو اسیدهای گلوکوژنیک رو به راحتی آب خوردن به خاطر بسپارین. هر نظر و فیدبکی که داشته باشین حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسین، من پذیراشون هستم. امیدوارم همیشه سالم و سلامت و موفق باشین. خدا نگهدار همگیتون.